این موضع پر از گل در ناحیه واسع است. سیر طبیعت این محیط در این روزهای فصل سال با آدم نفس تازه و روحی بولیده میبخشد. این زیبایی طبیعت در گرمخانه پرورش یافته محصول مهنت اعضایان کوپراتیو استحصالی به نام سید احمد کمال میباشند. گرمخانه در دهه اتفاق دهات توگرک واقع بوده. مساحت درازی آن 100 متر و پهنایش 50 متر تشکیل داده جای خالیگی ندارد. در هر یک وجبی آن گل پرورش مییابد. 1,600,000 دانه گل است در این پارنیک. ما در گرمخانه گل‌های پیتونیا، سالویا، تگز بانان، تگز شارکوی پرورش میکنیم. این گلها با مقصد زیبا گردانیدن محیط طبیعتی نه تنها این موضع بلکه کوچه و خیابانها، باغ و گلگشت‌های شهر و ناحیه‌ها اینجا شنانیده شده پرورش می‌یابند، میگوید گل احمد کمالوف. کارخانه‌های خود شخصی و اینجا طلبات شده زیاد شده روز به روز فهمیدن که اینجا گل هست. اکی چیز نو سرشیده است مدام. بسیار آدم‌ها نمی‌فهمیدن همین چیزا. بازار در آوردن که همین چیزا مردم بینه همین چیز به مردم دقتش بخیر جلب کنه. جا لکای اومده سن آدم‌ها خریداری کردن نمی‌گلن. این سالا را می‌بینیم اگر که درآمد خوب بگیریم آینده ممکن که با زیادتر کنیم مساحت پرنیک گرمخانه‌مون رو کلانتر کنیم با یگان تایجا بسازیم با گل زیادتر کنیم. استحصال شو گل‌های نوی بهترش آوردن در کار با. ایدا خوبتر شه که همین خریدارا بسیارتر شوند همین چیز کتی برای زیبایی کوچه‌های شهر ناحیه‌ها. در ناحیه واسع کوپراتیو استحصالی به نام سید احمد کمال یگانه خوجگی میباشد که به ساحه گلپروری مشغول میباشد. از درآمد گل خوجگیداران امسال سمت فعالیتشان را وسیع کرده استفاده گرمخانه‌های نو را برا ماندند. در دهه توگرک در این گرمخانه هم گل شنانده پرورش کردند. امروز مسئولین دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری به ناحیه واسع آمده از اینجا گل میبرند. شهر کلاب اومده برای نوروز برده است و با فرمایش گرفتگیم برای شهر دوشنبه برای باغ‌های شهر دوشنبه گرفتگیم اونجا روان میکنیم و بعد منطقه ناحیه‌های کلاب. در کوپراتیو استحصالی به نام سید احمد کمال برابر استفاده گرمخانه همچنین خواجگیداران پرورش گل‌های سربرگ را برا ماندند. در این موضع 60,000 گل‌های سربرگ پرورش یافتند. غیر از این خواجگیداران در میدان 1 هکتار علف طبیعی گازون پرورش نموده در سبز و خرمگردانی موضع‌های طبیعتی میدان‌های فراغتی استراحتی باغ‌های شهر و ناحیه‌های کشور سهم ارزنده گذاشته ایستادند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.